سلام بر یاران همراه. هر کلمه و جمله‌ای که شما ادا می‌کنید دعوتنامه‌ای هست که به کائنات ارسال می‌کنید و پای قرارداد ناپیدای زندگیتون رو امضا می‌کنید. کلمات و جملاتی که ما هر روز تکرار می‌کنیم و به زبون جاری می‌کنیم، خواسته یا ناخواسته تأثیر عمیقی بر زندگی و سطح خوشبختی ما داره. اجازه بدید کمی ریشه‌ای‌تر موضوع رو بررسی کنیم. ذهن و مغز ما با همکاری هم روی ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه ما تأثیر میذارن. اما نکته بسیار جالب و حائز اهمیت این هست که 99% میزان خوشبختی و موفقیت ما در زندگی تحت تأثیر ضمیر ناخودآگاه ما هست و جالبتر این که ما هیچ کنترل و دسترسی به ضمیر ناخودآگاهمون نداریم. برای درک بهتر موضوع اجازه بدید یک مثال عرض کنم. یک ساختمان 2 طبقه رو در نظر بگیرید که طبقه اول ضمیر خودآگاه و طبقه دوم ضمیر ناخودآگاه شماست. شما راحت وارد طبقه اول میشید و از همه امکانات اون برای بررسی و آنالیز مشکلات زندگیتون استفاده میکنید. در این طبقه اول یک کامپیوتر هست که تمام عملکرد شما بر اساس آنالیز اون صورت میگیره و نکته مهم این هست که شما هیچ کنترلی روی این کامپیوتر ندارید و فقط داده هایی که روی صفحه ظاهر میشه زندگی شما رو شکل میده. این کامپیوتر به طبقه بالا وصل است و از اونجا دستور میگیره. طبقه بالا همون ضمیر ناخودآگاه شماست. شما تصمیم میگیرید به طبقه بالا برید. قبل از اینکه ادامه مطلب رو عرض کنم، اشاره به یک نکته در مورد ضمیر ناخودآگاه یا همون طبقه بالا ضروری هست. وقتی انسان متولد میشه، از همون لحظه اول ضمیر ناخودآگاه شروع به ثبت کامل و دقیق کلیه وقایع محیط اطراف میکنه. این مسئله شامل کلیه اطلاعات دریافت شده از حواس 5گانه میشه. همه صحبت هایی که در محیط خانواده و جامعه انجام میشه، همه اتفاقاتی که توسط حس بینایی، لامسه، بویایی و چشایی ادراک میشه، همه ضبط و ثبت میشه و به عنوان معیاری برای پردازش اتفاقات آینده توسط ناخودآگاه در نظر گرفته میشه. تا اینجای کار شاید زیاد مسئله ساز به نظر نیاد، اما مشکل وقتی بروز میکنه که کودک به 7 سالگی میرسه و از این سن به بعد ضمیر ناخودآگاه از دسترس خارج میشه. ممکنه بپرسید چرا؟ در ذهن ناخودآگاه کودک فیلتری به نام منطق وجود نداره. حوادث و اتفاقات و آموزه‌های خانواده و جامعه رو همون گونه که هست ثبت و ضبط میکنه. از سن 7 سالگی به بعد منطقی که خانواده و جامعه به او القا کردن فعال میشه و همه اتفاقات رو بر اساس اون آنالیز میکنه و اینجاست که ضمیر ناخودآگاه زیر انبوهی از استدلال‌ها مدفون میشه و راه ورود اطلاعات به اون بسته میشه. از طرفی گفتیم بیش از 90% زندگی ما تحت تاثیر ضمیر ناخودآگاه هست و چون از 7 سالگی اطلاعات جدیدی وارد اون نشده، ناچار بر اساس همون اطلاعات 7 سال اول وقایع محیطی رو پردازش میکنه و ما رو وادار به واکنش میکنه. برای روشن شدن موضوع یک مثال عرض میکنم. فرض کنید کودکی در 5 سالگی در خونه تنها رها شده و همه درها هم بسته شده تا والدین برگردن. در همین حین یک سگ بزرگ از پشت پنجره با صدای وحشتناکی پارس میکنه و خودش رو به پنجره میکوبه ولی نمیتونه وارد بشه. کودک وحشت میکنه و از فرط وحشت به شدت گریه میکنه تا وقتی والدین برگردن و این حادثه تمام بشه. اما ضمیر ناخودآگاه کودک اون رو دقیق ثبت میکنه. سالها بعد از این قضیه این فرد هر موقع در خونه تنها بمونه
بدون هیچ دلیلی دچار وحشت میشه. در واقع ضمیر ناخودآگاه تنهایی رو بر اساس همون واقعه 5 سالگی پردازش میکنه و فرد رو وادار به واکنش میکنه. چرا؟ چون بعد از 7 سالگی تنها موندن در خانه در ضمیر ناخودآگاه ثبت نشده که بدون هیچ خطری در کمین فرد نیست. خیلی از واکنش‌های بزرگسالی از همین مسئله نشأت میگیره. فردی که با دیدن قرمه سبزی حالش بد میشه و نمیدونه چرا، اگر محتویات ناخودآگاهش واکاوی بشه معلوم میشه که در کودکی ظرف قرمه سبزی داغ روی پاش ریخته و پای او به شدت سوخته و در ضمیر ناخودآگاهش قرمه سبزی معادل سوختگی وحشتناک است. خب چه باید کرد؟ برمیگردیم به مثال خانه 2 طبقه. شما وقتی متوجه میشید که 90% زندگی شما از طبقه بالا که همون ضمیر ناخودآگاه هست کنترل میشه، تصمیم میگیرید به طبقه بالا برید و ببینید اونجا چه خبره. به سمت پلکانی که به طبقه بالا میره حرکت میکنید. میبینید پلکان با وسایل قدیمی مستعمل و غیر قابل استفاده مسدود شده. پس اول باید راه رو باز کنید. این وسایل مستعمل چی هستن؟ افکار منفی، قضاوت‌های زیاد، اعتقادات غلط، آموزه‌های نادرست، دیدگاه‌های غیر واقعی، خشم، ترس، نفرت، احساس گناه، حسادت و غیره. اینها همون چیزهایی هستن که راه رسیدن و دسترسی پیدا کردن ما رو به ضمیر ناخودآگاهمون مسدود کردن. و اگر شما قصد دارید به فرمانده زندگیتون دسترسی پیدا کنید، باید اول اینها رو کنار بزنید. فرض بر این است که شما مصمم هستید این کار رو انجام بدید. همه این وسایل مستعمل رو کنار میزنید. در اینجا لازم میدونم که برای کمک به شما یاران همراه که راحت تر این وسایل رو کنار بزنید، کتاب شکست عادتهای کهنه اثر دکتر جو دیسپنزا رو خدمتتون معرفی کنم. خب همه موانع رو کنار زدید و وارد طبقه دوم شدید. یک کامپیوتر مشاهده میکنید که فقط اطلاعات 7 سال اول زندگی شما روی هارد دیسک اون ذخیره شده و در حال حاضر همه اتفاقات زندگی شما بر همون اساس آنالیز میشه و دستور برای واکنش شما بر همون اساس صادر میشه و شما با دیدن قرمه سبزی حالتون بد میشه. سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که حال که به این کامپیوتر دسترسی پیدا کردیم، چطور محتویات اون رو تغییر بدیم تا زندگی ما رو اونطور که الان در بزرگسالی میخوایم آنالیز کنه و پاسخ درست و واکنش درست رو برای ما ارسال کنه. و درس کنم کار سختی نیست، اما نیاز به پشتکار داره. کار سختی نیست چون شما قدم اول رو با موفقیت برداشتید و اون هم شکست عادتها و اعتقادات کهنه و دور ریختن اونهاست. قدم دوم اینه که شما در زندگی دنبال چه اهدافی هستید و چه خواسته هایی دارید تا این کامپیوتر راه سریع و درست رو به شما نشون بده. یادمون باشه ضمیر ناخودآگاه به دلیل اینکه سالهای زیادی زیر خروارها تفکر نادرست ما مدفون شده بود، گوشش کمی سنگین شده و برای اینکه خواسته ای رو به اون منتقل کنید تا سریع برای شما فراهم کنه، باید جملات تأکیدی در راستای اهدافتون رو بارها و بارها تکرار کنید تا این جملات جایگزین اطلاعات 7 سالگی بشه و از حالا به بعد بر اساس اطلاعات جدیدی که به هارد دیسک اون منتقل کردین مسائل رو آنالیز کنه و راه درست و سریع رو برای شما ارائه بده. البته راه‌های دیگری هم برای عوض کردن محتویات ضمیر ناخودآگاه هست که در ویدیوهای بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد. فکر میکنم علت استفاده از جملات تأکیدی برای تغییر در زندگی رو تا حدود زیادی واکاوی کردیم و حالا مرحله عمل کردن فرا رسیده و به قول سهراب زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.